سلام و وقت بخیر. خرید لپتاپ برای کار ادیت و گرافیکی و این داستانا عموما چیزی که توصیه نمیشه، اما اگه مجبور بودیم به خرید لپتاپ، اینجا میخوام یه چند تا نکته بگم که یه لپتاپ خوب به در بخور و یه چیزی بگیری که تا چند سال براتون کار بکنه. ویدیو امروز در مورد لپتاپ های مغروم به صرفه و اقتصادی ادیت. مهمترین عاملی که شما باید در خرید لپتاپ یا پیسی در نظر داشته باشین CPU. شرکت هایی که CPU میزنن تعدادشون کمه. بزرگاشون اینتل و AMD هن. البته اپل هم بر خودش CPU میزنه، اون جدا. CPU ها یا همون پردازنده ها سوای اینکه اینتل زده، AMD زده، اپل زده، هر چی، یه چند تا فاکتور دارن برای خریدشون، از جمله تعداد هسته‌شون، تعداد تردشون، مقدار کششونه و فرکانسشون. البته من با اینا کاری ندارم و تو ویدیو اسم دقیق CPU هایی که بهتون پیشنهاد میدم رو میگم. مورد بعدی که باید در نظر داشته باشین، چه برای خرید لپتاپ چه برای خرید PC، کارت گرافیک. کارت گرافیک ها عموما تو این نرم افزارهای ادوبی موقع رندر کردن و یا یه سری افکت های خاص مورد استفاده قرار میگیرن و برای ادیت خوب و تقریبا روون شما حداقل به 4 گیگ حافظه یک کارت گرافیک نیاز دارید. مورد بعدی که باید در نظر داشته باشین رمه که حداقل 16 گیگ لازم دارین. کمتر از این خیلی اذیت کننده است. 16 گیگ حداقل مینیمومیه که باید داشته باشین. بعدیش هم SSD که درایو سیتون SSD باشه، ویندوز و برنامه‌ها روی این SSD نصب شده باشه تا یه ذره سرعت بره بالاتر. مورد بعدی صفحه نمایشه که باید حداقل IPS باشه. پنل‌های VA و TN برای کارهای گیمینگ خوبه، ولی برای کارهای ادیت به هیچ وجه قابل قبول نیست. و علاوه بر اینکه صفحه نمایش IPS باشه یا OLED باشه یا حالا هر چی، باید این فضای رنگی sRGB رو هم در بیشترین حالتش بتونه پوشش بده. آخرین موردی هم که باید در مورد خرید لپتاپ در نظر داشته باشین برندشه. یک سری برندها رو حالا سلیقه خوشتون میاد نمیاد و یه سری برندها هم تو ایران گارانتی خوب دارن ندارن. اینها رو باید یه ذره تحقیق بیشتر بکنید. تو زیر شاخه برنده میشه کیبورد خوب، تاچ خوب، کیفیت ساخت خوب و خیلی فاکتور دیگه. خب بقیه‌اش رو میخوام من تو این صفحه خرید دیجیکالا برم تک تک فاکتورها رو با هم انتخاب بکنیم. رفتن به دیجیکالا الزاما به معنی این نیست که از دیجیکالا خرید بکنید. صرفا چون فاکتورها یه جا داره و یه سری لپتاپ تعداد زیاد رو داره، اونجا انتخاب میکنیم و شما میتونید این لپتاپ ها رو حالا جای دیگه هم قیمت بکنید و اونی که به نظرتون خوبه اون رو تهیه بکنید. خب اومدیم صفحه لپتاپ‌های دیجیکالا، جایی که فیلتراژ هست و میتونیم لپتاپ مورد نظر رو انتخاب بکنیم. فقط قبلش بگم که من یه سری لپتاپ‌هایی که اینجا دیدم و توی سایت‌های دیگه دیدم کاستوم شده بودن. کاستوم یعنی چیه؟ یعنی اینکه وارد کننده یا این فروشنده‌ای که هست این لپتاپ‌ها رو باز کرده، مثلا رمش رو تغییر داده یا SSD رو تغییر داده یا هر چیزی که داخلش بوده رو تغییر داده، با یه چیز جایگزین کرد. به شخص من دوست ندارم این اتفاق رو، ولی چون اکثر لپتاپ‌های تو بازار اینایی که تو این سایت‌ها هستن کاستوم شده بودن، دیگه ناچار به این تن دادم و گفتم که حالا من مشخصات کلی رو میگم، شما اگر یه چیزی مشابه این رو پیدا کردین که آکبند بود، اون آکبنده رو بگیرید و مثلا اگر رمش کم بود، مثلا رمش 8 بود، این رم رو خودتون ارتقا بدین و خیالتون راحت باشه که هم یه جنس آکبند میگیرین، همین که جنس با کیفیت و خوب دستتونه. خب حالا بریم صفحه فیلترها. از بالا که شروع بکنیم، برندش رو کاری نداریم، رنگ و ارسال اینا مهم نیست. میایم سازنده پردازنده، اونی که گفتم مهمترین گزینه‌ای که اینجا داریم. تعداد محدودی شرکت هستن که پردازنده میسازن. اینتل و AMD بزرگاشونن، اپل هم که دیگه اصلا داستانش جداست. مهمترینشون اینتل و AMD که باز به نظر من اینتل رو انتخاب بکنید پیشنهادی. اینتل رو میگم تو این مغروم به صرفه ها، مخصوصا تو پردازنده های نسل 12 به بعد خیلی کیفیت بالایی داره بسته به قیمتش. خب پس برای همین من همینجا اینتل رو میزنم. میام گزینه بعدی، اندازه صفحه نمایش. چون یه لپتاپ مغروم به صرفه انتخاب میکنیم دیگه اینها رو نباید سخت بگیریم. نوع حافظه رم رو چیزی که الان تو بازار هست DDR4 و DDR5. DDR4 یه ذره مغروم به صرفه ترن، فرکانس پایین تری دارن ولی ارزون ترن. حالا اینم نمیزنیم ببینیم چیا میاره برامون. سیستم عاملش که اصلا مهم نیست، یا داشته باشه یا نداشته باشه خودمون میتونیم بزنیم، حالا خودتون یا کسی دیگه. نوع حافظه داخلی رو هم کاری نداریم، گزینه‌های دیگر رو میزنیم، مهم‌ترا رو. اینها خودشون دیگه فیلتر میشن. سازنده پردازنده گرافیکی، اینجا مهمترین گزینه‌ای که داریم انویدیا بیشترین سازگاری رو با نرم افزار ادیت فیلم داره و طبیعتا پیشنهاد ما و گزینه انتخابی ما هم انویدیا است. اینجا هم انویدیا رو تیکش رو میزنم. میریم باز پایین تر.
ظرفیت حافظه داخلی مهم نیست، اگه کم باشم با یه هارد اکسترنال چیزی کار رو میشه در آورد. محدوده سرعت پردازنده این میتونه مهم باشه ولی خیلی محدود کننده است، با این کاری نداریم. دقت صفحه نمایش هم طبیعتاً باید حداقل 1080 باشه، ولی موقع خرید و اینجا چون یه سری اطلاعات دیجیکالا رو کامل نزدن با اینم کاری نداریم. ولی در نظر داشته باشید اگر میخواید با داوینچی کار بکنید مثلا و تمام پنجره ها رو یک جا ببینید، حداقل باید صفحه نمایشتون فول اچ دی باشه. این یکی مهمه، حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی. این رو تو اول ویدیو گفتم باید حداقل 4 گیگ رو داشته باشه. یا 4 گیگ رو تیک میزنم و یه دونه هم 6 گیگ رو تیک میزنم و دوباره میرم پایینتر و سری پردازنده. اینجا سری پردازنده هایی که ما باید بگیریم برای ادیت فیلم و کار گرافیکی حداقل باید کورای 5 یا کورای 7 باشه. این دوتا رو من میرم انتخاب بکنم. این کورای 5ش و اینم کورای 7ش. کورای 9 و اینا رو نمیزنیم چون قیمت ها خیلی بالاست. الان بزنیم در حد شوخیه. خب طبقه بندی مهم نیست. ظرفیت حافظه رم رو هم گفتم حداقل باید 16 باشه. یکی دوتا هم عدد بالاتر رو میزنیم که برای انتخابمون یه ذره دستمون باز باشه. 16 رو میزنم با 24. دوباره میریم پایینتر. نوع لپتاپ این مهم نیست. کاستوم رو که گفتم، متاسفانه اکثر لپتاپایی که اینجا میبینید کاستومن، با اینم پس کاری نداریم. نرخ به‌روزرسانی تصویر هم مهم نیست چون ما کاری گیم نمی کنیم. همون 60 هرتز مثلا این برای ما کافیه. عدد بزرگتر فقط باعث میشه که مبلغی که پرداخت میکنیم بیشتر باشه و در نهایت ما میخوایم یه فایل 25 فریم بر ثانیه یا 50 فریم بر ثانیه رو ادیت بکنیم و تحویل بدیم. پس اینها به درد ما نمیخوره. با اینم کاری نداریم. فرکانس حافظه رم رو هم میتونیم انتخاب بکنیم ولی خیلی محدود میکنه کارمون رو. حافظه های DDR4 عموما فرکانسشون بین 2100 تا 3000. میتونه یه ذره کمتر تا یه ذره بزرگتر هم باشه ولی در کل تو این رنجن. حافظه‌های DDR5 هم فرکانس بالاتری دارن، 5000 و 6000 رو هم دارن، 4800 دارن، ولی اینها رو انتخاب نمی کنیم که لپتاپ هایی که میاره برامون تعدادش بیشتر باشه و بتونیم راحت تر کار بکنیم. نسل پردازنده هم گفتم اول ویدیو، نسل 12 به بعد توی اینتل نسبت به 11 یه جهش خیلی بزرگ داشته. نسل 11 و 12 تو بازار اختلاف قیمتی زیادی ندارن ولی واقعا فرق. این رو هم نمیزنیم، مدل رو هم کاری نداریم. الان میرم بالا و یا میتونیم پرفروش ترین ها رو انتخاب کنیم یا چیزی که من دوست دارم ارزون ترین ها. از ارزون ترین لپتاپ بازار شروع کنیم و یکی یکی بررسی کنیم تا مغروم به صرفه ترین لپتاپ موجود رو پیدا بکنیم. با این قیمت هایی که مشاهده میکنید ارزون ترین لپتاپ 47 تومن قیمتش، یه چیزی که به درد کار ادیت فیلم و کار گرافیکی بخوره. همین اولی رو باز میکنم. بریم مشاهده ویژگی هاش. ابعاد ایناش مهم نیست. نسلش 12، کورای 5 12450H، این یعنی خوبه. 8 هسته‌ایه. ظرفیت رمش 16 گیگ DDR4. خب یه SSD 500 گیگی هم داره. بعدش پردازنده گرافیکیش هم RTX 2050. بعد این نسل 30 و 40 هم اومد. نسل 50 هم که تازه اومده، هنوز ارزی نشده ولی به هر حال هست. ولی اتفاقا این باعث میشه که ارزش خرید این بیشتر بشه با این رنج قیمتی. 4 گیگ حافظه‌ای که ما می‌خوایم رو هم داره. توان پردازندش هم 45 وات. اندازه صفحه نمایشش 15.6 اینچه، یعنی اوکیه. تو همین لپتاپتون هم میتونید کار بکنید و اگر لازم باشه یا حالا پورتاب کار بکنید یا برید این ور اون ور، با همین لپتاپ میتونید کار رو جمع بکنید. سایزش اوکیه. دقت صفحه نمایشش هم فول اچ دی، نرخ به‌روزرسانی 144 هرتزه که خیلی زیاده برای ما. تنها موردی که من اینجا میبینم و مشکل داره پوشش 45% NTSC. شما لپتاپی که میخرید هر چقدر دامنه رنگی sRGBش بالاتر باشه، به 100 نزدیک باشه یا حتی بالاتر از 100 باشه، دقت رنگی اون مانیتور بیشتره. 45% NTSC میشه حدوداً 65-70% RGB، یعنی عدد خیلی کمیه و طبیعتاً با این لپتاپ شما نمیتونید اصلاح رنگ خوبی داشته باشید. رنگ ها رو اون چیزی که هست نمیبینید.
حالا اون یه موردش بمونه، صفحه نمایشش ماته و بیایم پایینتر. پورتا رو داره، باتریش هم 3 سلولیه. در کل این لپتاپ تنها موردی که من ازش میتونم بگیرم این دامنه رنگی 65% RGBش. این رو نگه داریم، بریم لپتاپ یه ذره گرونتر رو هم بررسی بکنیم ببینیم اون چطوری داستانش. لپتاپ بعدی ایسره. در مورد ایسر هم یه چیزی بگم، من لپتاپی که میخریدم به من گفتن که ایسره چون حالا گارانتی خوبی نداره ترجیحاً ایسر نخر. البته این برای چند وقت قبل، من دقیقاً شرایط لپتاپ های بازار الان رو نمیدونم، ولی موقع خرید لپتاپ حتماً باید گارانتی خوب داشته باشید. به خاطر همون حرفی که پس گوش منه، من از این ایسر میگذرم و میرم سراغ HP. این HP رو باز بکنیم، این ببینیم داستانش چیه. مشاهده ویژگی ها و دوباره شروع بکنیم. اینتل نسل 12450H، دقیقاً همین اینجایی که بود 12450 دقیقاً عین اینه، MSI. خب الان ما داریم 15 اینچی HP رو مقایسه میکنیم. حافظه کش 12، 8 هسته‌ای، رمشون هم DDR4 16 گیگیه که اوکی. SSD 512 خوبه. بعدش گرافیکش 3050. این 3050 به نسبت اون 2050 یه لول بالاتره و طبیعتاً این با این رنج قیمتی 2 میلیون گرونتر اگر sRGB رو بتونه پوشش بده که دقیقاً نسبتش عین اونه، میتونه ارزش خرید بالاتری داشته باشه. حالا 2 میلیون بیشتر میدین برای گرافیک نسل جدیدتر. نرخ بروز ثانیه 144، پوشش 45%. فقط این 45% که نمیشه باش کالیبریت کرد مگر اینکه یه مانیتور جدا هم داشته باشین و اون موقع این لپتاپ ها هم این به هم قبلی ارزش خرید رو دارن. خب بقیه گزینه‌هاش اوکی، پورتا رو داره، با اینا کاری نداریم. بریم سراغ لپتاپ حدوداً 50 تومن. این فیکس 50 تومنه. اینو ببینیم. خب اینم لپتاپ لنوو. مشاهده ویژگی ها. CPU دقیقاً همونه 12450 8 هسته‌ای. این DDR5 رمش. DDR5 16 گیگ. این خیلی گزینه خوبیه. اینجاش قشنگ بود، اینو دوست داشتم. SSD 512 رو داره. کارت گرافیکش RTX 2050. عین همون MSI با DDR4 با رم DDR4 47 تومن بود، این با رم DDR5 50 تومنه. خب بریم پایین تر. پوشش 100% دامنه رنگی. این رو من یه تحقیقی بکنم توی این سایت. اگر این 100% درست باشه، عدد درست باشه، این بهترین گزینه‌ای که میتونید بخرید. پورتاشون هم که طبیعتاً تکمیله و ببینید تعداد مدل ها رو. حالا بریم ببینیم sRGB و کدومشون نوشتن. آره 100% sRGB، همگی 100% sRGB هن. G-Sync. آره حل. این لپتاپ LOQ 50 تومانی با این مشخصات بهترین گزینه برای خرید یه چیزی که هم میتونید باش الان کار بکنید و همین که یه چند سال آینده رو باش سر بکنید، تا حالا اگر خواستید ویدیوهای 4K بیت ریت بالا کار بکنید، اون موقع مجبورید دوباره این رو انتخاب بدید. ولی برای 4K ولی برای فول HD و 4K بیت ریت پایین یا مثلا FPS پایین 25 و 30 و این داستانا، این لپتاپ اوکیه، خریدش رو بهتون پیشنهاد میدم. بریم سراغ لپتاپ های سری AMD. اگر طرفدار AMD باشین میتونید حالا ببینید که اختلافات در چه حده. دوباره صفحه فیلترهای لپتاپ ها، دوباره میرم پایین تر. این بار سازنده پردازنده رو میذارم روی AMD. میام پایین، اندازه صفحه نمایش رو کاری نداریم. نوع حافظه رم رو گفتم یا DDR4 یا DDR5. اینم کاری نداریم. سیستم عامل کاری نداریم. میاییم پایین، سازنده پردازنده گرافیکی رو اینجا هم باز پیشنهادم اینه که از انویدیا بردارید
ولی حالا اگر بخواین حالا CPU AMD شد، کارت گرافیک رو هم از AMD بردارین، یه بحث جدا بمونه که آخر سر انتخاب بکنیم. ظرفیت حافظه داخلی، سرعت پردازنده، صفحه نمایش با اون کاری نداریم. چیزی که مهمه حافظه اختصاصی پردازنده است که گفتیم حداقل 4 گیگ باشه. برای احتیاط من یه دونم 6 گیگ رو میزنم. خب اینم از 6 گیگ. دوباره میرم پایین‌تر، ظرفیت حافظه رم رو هم قرار شد 16 گیگ حداقلمون باشه و بالاتر هم میتونه باشه. من لپتاپ 18 یا 20 گیگ خیلی کم دیدم. بنابراین احساس نمی‌کنم چیزی تو این رنج 18 یا 20 باشه. یه دونه 24 رو اضافه میکنم. دوباره میریم پایین‌تر، نوع لپتاپ مهم نیست. کاستوم هم که گفتم متاسفانه اکثرا کاستومن، نرخ بروز ثانی برام مهم نیست. 60 هرتزش کافیه، اوکیه. فرکانس حافظه رم رو هم انتخاب نمی کنیم که خودش بهترینا رو برامون بیاره. با این هم کاری نداریم. بریم بالا و سورتمون رو بذاریم بر اساس ارزون ترین لپتاپی که با این مشخصات ما اومد این لپتاپ ویکتوسه. بریم صفحه مشخصاتش، مشاهده بیشتر. سازنده AMD نسل 7 رایزن 5 7535 HS. 7535 HS تو اینتل یه پردازنده در حد کورای 7 9750H، بین 9750H و 10750H. حافظه کش 16، تعداد هستش 6 تاست، رمش DDR5 16 گیگ 4800 مگاهرتز فرکانسش، SSDش 512. اینا اوکیه. فقط این یه دونه CPUش یه ذره ضعیفه به نسبت اون 12450. اینها رو میایم پایین تر، میرسیم به مدل پردازنده گرافیکی رادئون RX 6550M. درسته 4 گیگ رو داره، ولی شرکت ادوبی میاد هر سال لیست کارت گرافیک هایی که برنامه هاش ساپورت میکنند رو مینویسه، برنامه هایی که گرافیک هایی که از لیست خارج شدن رو هم مینویسه. متاسفانه این RX 6550M جزو گرافیک های ساپورت ادوبی نیست. پس طبیعتا این رو میذاریم کنار و میریم سراغ یه لپتاپ یه ذره گرونتر. اینها رو میام پایین. بذار ببینم چی رو بردارم. همون لنوو رو بردارم که اینتلی لنوو بود، AMD هم لنوو باشه. بیام پایین، مشاهده ویژگی ها و مشاهده بیشتر. خب این رایزن 5 ولی 7235. اون 7535 بود، این 7235. یه ذره ضعیف تره. اون 6 هسته‌ای بود، این 4 هسته‌ایه. این ظرفیت حافظه رمش 24 گیگه، اون 16 بود فکر کنم. DDR5 حالا اوکی نیست، اوکی. بریم پایین تر، SSDش هم 1 تراست، اینم خوبه. بعدش کارت گرافیکش هم RTX 3050 6 گیگ، اینم خوبه. تنها موردی که الان باید بریم پایین رو چک بکنیم، علاوه بر IPS و 1080 بودن، پوشش 100% دامنه رنگیه. LOKio لنوو سریاش همگی انگاری 100% دامنه رنگی رو پوشش میدن. لنوو به نظر من، حالا من لپتاپ خودم لنوو، با این مبلغی که میدید بهترین گزینه رو در اختیار شما قرار میده. دیگه حالا 4 میلیون نسبت به اینتلی گرونتر رفته قیمتمون. درسته یه دونه چیز شده، کارت گرافیکه به جای 2050 3050 شده، ولی CPU خیلی ضعیف تره. اگر بخوایم CPU رو هم در حد اینتل 12450H ببریم بالا، دیگه خیلی قیمته میره اونوری. خب تافا رو بی خیال. نه دیگه، نه نمیشه بی خیال شد، خیلی قیمت رفت بالا. 7435 55 میلیونی تاف رو ببینیم از AMD. مشاهده بیشتر، رایزن 7 7435. اون اولیه که نگاه کردیم 75 بود که گفتم در حد کورای 7 9750H. کشش 28، DDR5، رم خوبیه 16 گیگ، SSD 512، RTX 2050. خب sRGB 62.5%. اصلا طبیعتا دیگه سری تاف گیمینگ 144 هرتز زده برای
کار گیمینگ. درسته IPS ولی دیگه برای کار گرافیکی به درد نمیخوره. من اینا رو دوباره برم بالاتر، یعنی از این گیمینگ رد بشم، قیمتا خیلی میره بالا و دیگه منطقی نیست. شما تا کجا میخوای بیایی؟ مثلا آرتیکل 4050 درسته این صفحه نمایش 100% RGB رو داره ولی قیمت 18 تومن گرونتره. پس همین 54 تومانی رو میذاریم رقیب 50 تومانی اینتل. اینجا سایت یوزر بنچمارک، یه سایت درست حسابی که خیلیا میان و اطلاعاتشون رو از اینجا میگیرن. دوتا لپتاپ‌ها رو گذاشتم کنار هم و حالا مقایسه کلی داشته باشه، میگه این 16% عملکرد بهتری داره. به لحاظ رتبه بندی بگیم، به لحاظ عملکردی بگیم، این 163 بومین پردازنده با کیفیت تو کل پردازنده های موجوده، این 300 به لحاظ ورک استیشن چیزی که ما میخوایم 83%، این امتیاز آورده 66% رایزن 5 و این اعداد یه طوری که اصلا مقایسه رو یه ذره حالت خنده‌دار کرد. پیشنهاد من و چیزی که دیدیم اینتل بود، همون لینووی الوکیو 50 تومانی، ولی در کل خودتون باید ببینید چی رو دوست دارین و با کدوم لپتاپ با کدوم برندی بیشتر حال میکنید. قبل خریدم دوباره کلی تحقیق بکنید، چون بالاخره به هر حال کلی پول پرداخت میکنید و چیزی که میگیرید باید بهترین باشه. مرسی از شما. لایک و کامنت و شیر و سابسکرایب این داستان رو انجام بدید. ممنون. خداحافظ.